آخ آخ هشتمی یه سوال برات آوردم، ببین چه خبره توش. هیچ خبری توش نیست. یه کاسه آب، حل کردنش هم مثل آب خوردنه. میگه یه کاسه کروی داریم، یکم آب توش ریختیم، این آبی برابر 24 سانتی متر شده. از آ تا بی 24 سانتی متر خودش زحمت کشیده، کار راحت کرده. یه 12 سانتی متر هم اینجا برام نوشته. چرا؟ چون نصفش میشه دیگه. اینو توی ریاضی ثابتش میکنیم. حداکثر عمق آب چقدر است؟ حداکثر عمق آب خودش شکل آبم برات کشیده. دنبال چی میگرده؟ دنبال این ایکس میگرده. میگه این چقدره. بریم ببینیم چطوری باید حلش کرد. سوال بسیار آسون. حتی اومده برات گفته اینجا هم میشه 90 درجه. وقتی اینجا میشه 90 درجه، من یک مثلث قائم الزاویه‌ای دارم. چقدرم قشنگ کشیدمش. اینجا میشه 90 درجه، اینجا 12 سانتی متر، اینجا 20 سانتی متر و این رو میخواد به دست بیاره. این همون مقدار اوسی توی شکل هست. این تیکر رو میخواد به دست بیاره. مثلث قائم الزاویه، قانون فیثاغورس. قانون فیثاغورس چی میگه؟ میگه وتر کدومه؟ اینی که روبرو 90 درجه است. به توان 2 برسون مساوی میشه با جمع این دوتا ضلع که به توان 2 برسه. من برای این یه اسمی میذارم که اوسی رو دنبال خودم نکشونم. مثلا اسمشو میذارم A. پس 20 به توان 2 مساوی میشه با 12 به توان 2 به اضافه A به توان 2. شروع میکنم حلش کنم. 20 به توان 2 2 تا 4 تا با 2 تا 0 میشه 400. 12 به توان 2 میشه 144. این توان 2 رو تا یه جاهایی حفظ باش. 11 12 13 و 15 مهمن، اینا رو حفظشون باش. به اضافه A به توان 2. A به توان 2 رو همین طرف بذار بمونه. اون طرف 400 سر جای خودش هست. 144 هم ببرش اون طرف. 400 منهای 144 مساوی A2. انجامش بده. هیچ اشکالی نداره. بیا سر جلسه امتحانت گوشه کاغذ برای خودت انجام بده. این میشه 10، این میشه 9، اینم میشه 3. اینجا میشه 256. پس 256 مساوی میشه با A2. من A2 نمیخوام، A میخوام. بنابراین این توان 2 با رادیکال با هم دیگه حذف بشه. اینجا هم یه رادیکال 256 در واقع 16 به توان 2 بوده که شده 256. پس مساوی میشه با 16. A میشه 16. آیا کار من تموم شد؟ نه، من تازه قسمت OC یا این قسمت A که خودم نامگذاری کردم رو به دست آوردم. اینجا میشه 16. ببین این نکته رو خوب دقت کن، خیلی مهمه. این O رو ببین، تا A اومده شده 20 سانتی متر. اینجا من دارم یک نیم دایره میبینم، یک نیم کره میبینم. هرچی دلت میخواد ببین، فقط بدون که این شعاعه. پس همه این قسمت هایی که داره گشت و گذار میکنه با همدیگه برابرن. اینجا اگر 20 سانتی متره، اینجا هم 20 سانتی متره. بنابراین این قسمت میشه 20 سانتی متر. 16 سانتی مترش رو اوسی برداشته. پس 20 منهای 16 مساوی با 4 سانتی مترش میشه X که ما داریم دنبالش میگردیم. بنابراین عمق آب میشه 4 سانتی متر. سوال خیلی مهمه، ظاهرشو همه بچه ها ازش میترسن ولی هیچ نکته خاصی نداره و به آب خوردن حل میشه.